شبیه عکسش نیست، اصلا شبیه عکسش نیست. اونی که اصلا من سفارش دادم اصلا صورتی این رنگی نبود. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید با اولین آنباکس پیج من. تموم کالاهای توی این بسته قیمتش زیر 50 تومنه. بریم که با هم بازش کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول از همه این هدبند آرایشیه فکر میکنم. آره بچه تمام مشخصات اینا که خریدم رو این بالا براتون میذارم. این هدبند آرایشی با این قلم ماسک فکر میکنم شد 42 یا 45. این چه خوشگله، بامزه است. خب کالای بعدی این بسته است که دفتر برنامه‌ریزی پلنره که این قیمتش 100 تومن بود اما آف خورده بود شده بود 50 تومن. چقدر قشنگه خدای من. وای وای وای، ببین ستیک است دفتر پلنر، چقدر توش قشنگه. اینم فکر می‌کنم برچسبه، نه نمیدونم چیه. ببین توش این شکلیه، خیلی خوشگله. بعد این دفترچشه، اینم توش انگار یه چیزیه نمیدونم چیه، ولش کن. ببین تو دفترچش این شکلیه، خیلی خیلی خوشم اومد ازش. اینم که این نوت کاغذیه بهش میگن، چی میگن؟ کاغذای نوتی بهش میگن، چی میگن از اوناست. خب این کبریت پرداره، کبریت یونیکورن. اینم فکر میکنم 12 یا 14 تومن خریدمش. این بسته است. این داخلش کبریت های رنگیه، ببین چه خوشگله. خب بعدی این محافظای کابل شارژه که برای شارژره. از اینم خیلی خوشم اومد، فکر میکنم 14 تومن خریدم. خیلی خوشگله، ببین کیتیه. خب کالای بعدی این جا کلیدی بهش میگن، چیه؟ اینه که انتظار نداشتم این باشه چون قرار بود اینهاش هم صورتی باشه اما آبیه. اینو خریدم 35 اما خب چه میشه کرد، صورتی آبیه. خب بعدی این گلدونه است، گلدون طرح دختر پاییزیه فکر می‌کنم. سپاسش کنم. حساب اصلا شبیه عکسش نیست، اصلا شبیه عکسش نیست. اونی که اصلا من سفارش دادم اصلا صورتی این رنگی نبود، اما اینم بد نیست، قشنگه، دوستش دارم. اما اون یه جوری دیگه بود، کلا اصلا یه چیز دیگه بود. اما اینم خوبه، دوستش دارم، قشنگه. اینم فکر میکنم یادم نیست 15 تومن فکر کنم خریده بودم. حالا این بالا مشخصاتش رو براتون میذارم. این ماسک صورت، فقط به خاطر قشنگیش خریدم ولی اینو الان زده روش تمام قشنگیشو برده. تو رو خدا گندشو از روی. اگه اینو نمیزن خدایا آخرش بالاخره کندمش. ببین چقدر قشنگه. اینم از اینم فکر کنم 12 تومن خریدمش. بعد اینم یه ماسک ورقی دیگه است، ببین چه خوشگله، ماسک صورت. یه اسلایم نوتلا که فکر می‌کنم 12 یا 13 تومن خریدمش و بذار بازش کنم. این شکلیه، اینم خوبه، معمولیه اما بوی شکلات میده. بعد این لنز ناخن خریدم، فکر کنم 9 تومن شد، میکی موسه. بعد خوشگلن اینا، همونی که تو عکس بود. بعد من این گیر موها رو خریدم که طرح تقریبا خرگوشه. بذار بازش کنم.
تو عکس کوچیک‌تر بود اما اینجا خب بزرگتره، اما خوبه، قشنگه. اینا هم فکر می‌کنم 12 خریدم. بعد خرید بعدی این ریسای مفتولیه که چه کمه، فکر می‌کنم 2 متره و رنگ صورتیشه. باتری نداره متاسفانه. اینم خریدم 20 تومن یا 22، یادم نیست باتری میخوره، اما باتری ندارم که امتحانش کنم، اما امتحان میکنم و بعدا تو استوریا بهتون میگم چطوری بود. بعد اینم که این شکلی خوبه. این یه ریمل کالیستا، من برای مامانم گرفتم، قبلا استفاده کرده بود و ازش راضی بود دیگه، الان گرفتم ببینم این همون اگه باشه که خیلی خوبه. باز نمیشه چه اینا فکر کنم 30 تومن گرفتم. آره همونه و آره ریملش خیلی ریمل خوبیه. اینم که ریمل کالیستا. و خرید بعدیم که آخریه، نه این مونده، اینم گیر موه ولی چقدر بزرگه، تو عکس کوچیک‌تر بود. اینم خریدم نمیدونم 12 11 یا 13 دقیقه یادم نیست. هم شکلیه، خوشگله. اما خرید آخر که مونوپاده، اما این من اینو خریدم 200 تومن که هم دست سلفیه، همین که پایه عکاسی میشه. حالا بازش کنم ببینم چطوریه. امیدوارم که خوب باشه، همون باشه که تو عکس. میرم چرا فکر میکنم این که من سفارش دادم این شکلی نبود. نه فعلا که اوکیه. آی دستم، بذار من اینو بستش کنم این شکلیه فکر کنم. اینجوری بهتر. خب این میاد اینجا. ببین اینجا حالا دیده نمیشه، باید اینکه بذاریمش رو زمین. خب قدش بلند و کوتاه میشه، بعد که دست سلفی هم میشه، بعد پای دوربین هم میشه. این شکلیه، قدش 1 متره فکر میکنم دقیقا. و همین دیگه، این هم از خرید دیجیکالای من. امیدوارم که از این پست خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید تو کامنت ها به من بگید که خریدای دفعه بعدم براتون آنباکس کنم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.